کلمات قرآنی که تنوین دو زیر دارد. ما اینجا پیش که باید کلمات قرآنی را بخوانیم یک قاعده دیگر را میخوانیم. اگر در آخر کلمه دو زیر یا دو پیش باشد در حالت وقت ساکن می شود. ما در درس اول این قانون خواندیم، بسیار ساده و آسان خواندیم. گفتیم به دو بخش تقسیم کردیم، یکی بخشی یعنی وقف ابدال، وقف اسکان. اگر در آخر کلمه بسیار ساده و آسان براتون گفتم دو زبر به الف تبدیل میشه، دیگه هر آن حرکت در آخر کلمه به ساکن تبدیل میشه. ببینید که فعلا دو زیر آمده. عین زبر ع، میم زبر م، عم، دال دو زیر دین، عمدین، وقفا عمد، همزه پیش او، کاف پیش کو، اکو، لام دو زیر لین، اکولین، وقفا اکل، ح زیر حی، جیم زبر جا، حجا، جیم دو زیر جین، حجاجین، وقفا حجج، لام زبر لا، ها زبر ها، لها، با دو زیر بین، لهبین، وقفا لهب، فا پیش فو، را پیش رو، فرو، شین دو زیر شین، فروشین، وقفا فروش، صاد پیش سو، ح پیش حو، صحو، ثا دو زیر فین، صحفین، وقفا صحف، خا زبر خا، با زبر با، خبا، را دو زیر رین، خبرین، وقفا خبر، سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو زیر رین، سرورین، وقفا سرور، غاین زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا، با دو زیر بین، غضبین، وقفا غضب، خا پیش خو، لام پیش لو، خلو، قاف دو زیر قین، خلوقین، وقفا خلق، ضا پیش ذو، لام زبر لا، ذلا، لام دو زیر لین، ذلالین، وقفا ذلل، با زیر بی، قاف زبر قا، بقا، با زبر با، بقابا، سین دو زیر سین، بقبسین، وقفا بقبس، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقبا، تا دو زیر تین، رقبتین، وقفا رقبه. ببینیم در اینجا را آمده، را اگر زبر داشت پر خوانده می شده. درس های گذاشته خواندیم. رقبه، ها پیش هو، میم زبر ما، هما، ز زبر ز، همزه، تا دو زیر تین، همزتین، وقفا همزه، لام پیش لو، میم زبر ما، لما، ز زبر ز، لمزه، تا دو زیر تین، لمزتین، وقفا لمزه، نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، قاف زبر قا، نفقا، تا دو زیر تین، نفقتین، وقفا نفقه، با زیر بی، دال زبر دا، بیدا، میم دو زیر من، بیدامین، وقفا بیدم، کاف زبر کا، ذال زیر ذی، کذی، با دو زیر بین، كذبين، وقفا كذب. والسلام.